سلام و درود. مریم صدرعاملی هستم، محقق و پژوهشگر در زمینه طول عمر و زندگی سالم. موضوع سلامتی الان باب شده. موضوع تغذیه یک سری تئوری هایی دارن، همه تعصب دارن روی تئوری هاشون. بعضیام هنوز دنبال رژیم های کلاسیک، رژیم های کم کالری، پرپروتئین یا رژیم های گیاهخواری، کتوژنیک هستن یا جدیدتر از اون رژیم کارنیور. ببینید اگر از من بپرسن که کدوم بهتره، خانم صدرعاملی، واسه شکم آب کردن، تردمیل بهتره یا دراز نشست بزنم، یا چطوری میتونم توی 2 هفته چربی های شکمم آب بکنم، کدوم رژیم ها بهتره بگیرم؟ تا حالا فکر کردید که چرا وقتی بچه بودید یا زیر 30 سالگی، همین زیر 30 سالگی، یک سری کالری ها شما رو چاق یا بیمار نمیکرد، ولی الان همون کالری ها داره شما رو چاق یا بیمار میکنه؟ اصلا چرا نباید رژیم بگیریم؟ اصلا از کجا شروع بکنم؟ چطوری شروع بکنم که بعد از یک مدت رها نکنم؟ تا آخر این ویدئو به جواب تمام این سوالات خواهیم رسید. چطور توی 2 هفته چربی های شکممون رو آب بکنیم؟ افراد برای جذب فالوور یا برای اینکه یک محصولی به شما بفروشن این ادعای کاذب رو میکنن. شما اگه توی 2 هفته هم مثلا اسمش چربی که نیست، 2 کیلوگرم مثلا 10 کیلوگرم یا چربی شکمتون رو آب بکنید، 2 هفته هم برمیگرده. مهم و راحت این که شما باید عادت هاتون رو درست بکنید. قدم خیلی بزرگ هم بر ندارید. فقط بشینم برنامه‌ریزی کنم و یه سری خیال پردازی بکنم درست نیست. ببینیم اولین قدم باید چیکار بکنیم. برای کسایی که اهل کتاب هستن، کتاب تو این زمینه زیاد هست، اما من سعی کردم همه اینا چکیده ای از این کتاب ها رو توی ترتیب این ویدئویی که جلو میریم ناخودآگاه وسط اون توصیه‌های تغذیه‌ای و اجرایی به شما بگم. کتاب اگه کسی خواست گوش بکنه یا بخونه، کتاب گام‌های کوچک از آنتونی رابین، اثر مرکب از دارن هاردی، کتاب برتری خفیف از جف اولسون، تو کله خر هستی بهانه ممنوع، که البته بهترینش من فکر میکنم همون کتاب برتری خفیف بود از آقای جف اولسون. خیلی 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 خوب. البته ترجمهش هم مهمه، سعی کنید بهترین ترجمهش رو بگیرید. حالا نمیخوام اسم ببرم که مشکلی باشه واسه بقیه مترجم ها، شما سعی کنید اون معروف ترینش رو خودتون پیدا بکنید. مهم اینه که باید اول نگرشتون رو درست بکنید، اون دید کلیتون رو به این برنامه تناسب اندام داشتن و یا سلامتی، دید کلی اول درست بشه، بعد بریم کلاسای بعدی، بعد بریم راهنمایی و دبیرستان. ما اول باید اون پایه رو قوی بکنیم و پایه و اصل اول و مهم اینه که نگرش درستی داشته باشید. اصلا موضوع چاقی چیه؟ اصلا چرا چاق میشیم؟ اصلا چرا بیمار میشیم؟ حالا ممکنه یک نفر اضافه وزن زیادی هم نداشته باشه ولی بسیار از لحاظ بیماری و مشکلات متعدد، یا میخواد اصلا در آینده مثل مادرش یا مادر بزرگش یا پدرش یا برادرش بیمار نشه، میخواد یه برنامه‌ریزی یک سالم خوشنده و از خودی برنامه‌ریزی کلی برای خودش یا برای فرزندانش داشته باشه. همیشه این داستان رو برای بچه‌ها تعریف میکنم. پزشک محترمی بودن که یک بیماری داشتن، پزشک چشم پزشک، بیماری داشتن که هر هفته می اومده پیششون و چشمش رو پانسمان میکرده و 2 مرتبه میرفته، 2 مرتبه هفته بعد می اومده این چشم زخم بوده، پانسمانش رو عوض میکردن، درستش میکردن. برای پزشک سوال میشه چرا این چشم خوب نمیشه، چرا همش مشکل داره، ولی خب وظیفه‌شون رو انجام میدادن، این چشم رو پانسمان میکردن. تا اینکه یک روز آبدارچی ایشون براشون چای میاره، میبینن این آقا وقتی چای رو میخورن قاشق داخلش رو در نمیارن، هر موقع چای میخوردن این قاشق داخل چشمشون فرو میرفته. حالا هر چقدر ما این چشم شما رو پانسمان کنیم فایده نداره، باید این قاشق رو در بیارید از توی چایتون. میخوام ماهیگیری رو بهتون یاد بدم، اصول کلی بدنتون رو یاد بگیرید، خودتون بشید من، خودتون انتخاب بکنید کی، کجا، چی، چقدر میل بکنید. دیگه به شخص سومی احتیاج ندارید که برای شما محاسبه بکنه که چی بخورید، کی بخورید. اون نمیدونه شخص سوم که شما چهارشنبه هفته دیگه مهمونی هستید، مهمون دارید، مسافرت هستین، پریودین، عصبی هستین، کادو گرفتین از عشقتون، یا الان فوق العاده تحت فشارید، الان سرتون درد میکنه. خودتون به بهترین نحو میتونید توی هر صحنه‌ای چطوری رفتار بکنید. بسیار وقت و تجربه 12 ساله پشت ترتیب این ویدیوهای سریالیتون چیدم که بتونه به ناخودآگاه به شما کمک بکنه که بدون صرف اراده زیاد یا انرژی زیاد شما بتونید یک سری تغییرات کوچیک مثلا هورمونی توی بدنتون به وجود بیارید و خودش دیگه انجام خیلی از کارا رو غیر ارادی بکنه. قول میدم اونقدر خوب باشیم که شما لازم نباشه بهتون بگم لطفاً این زنگوله را بزنید، لطفاً لایک کنید، لطفاً شیر کنید، برای دوستانتون بفرستین. خودتون دنبال یک راهی برای تشکر بگردین و خواهش
خواهش میکنم این باتری ما رو شارژ کنین، کامنت بگذارین، سوال بپرسین. هر چقدر استقبالتون بیشتر باشه من انرژی بیشتری پیدا میکنم که ویدیوهای بیشتری براتون پر بکنم و با انرژی بیشتری شبانه روز وقت بگذارم و تحقیق کنم، مطالعه کنم و جدیدترین و نابترین مطالب رو برای شما بیارم. اول درود و صد درود به شمایی که یک گام برداشتید برای اینکه کیفیت زندگیتون رو بهتر کنید. من کاری با طولش ندارم، تئوری نوشابه رو لطفاً پیش نگیرید. بگید خانم صدامی من اگه قرار نوشابه نخورم بمیرم، اشکال نداره، اینقدر میخورم تا یه روزی که بمیرم. نمیمیرید، مشکل اینه که اینا نمیمیرنم، جلوی چشم عزیزانشون و خودشون هم با زجر از بین میرن. ببینید دوستان من، شاید تا امروز اتفاقی براتون پیش نیومده، اگه تا الان سالمید و اگر هنوز بیماریتون خیلی حاد و خاص نشده، الان دست به جنبونید که سخت نیست، بعدن هم میشه درستش کرد، ولی الان خیلی راحت تر درست میشه. این بدن باهوش شما میدونه چی براش خوبه، چقدر خوبه، کی بخوره، چطوری بخوره، چه ترکیبی رو انتخاب بکنه. 2.5 میلیون سال حافظه تاریخی و بازخوردی پشت این بدنی که الان شما پوشیدیدش هست. این بدن باید سالم باشه که بتونید به تمام این گرفتاریاتون برسید. این سیستم پیچیده بسیار هوشمنده. شما فقط الان باید چند تا اصول اساسی رو انجام بدید، تنظیماتش درست بشه، خودش دیگه میفته توی شیب سلامتی. اصول کلی بدن رو اگه یاد بگیرین تمام این رژیم‌ها رو سیاست‌هاشون رو متوجه میشین. مثلا رژیم کتوژنیک بله میاد با حذف کربوهیدرات‌ها سطح انسولین رو میاره پایین، ولی به خیلی چیزای دیگه توجه نمیکنه. برای همینه که خیلی از افراد مراجعه میکنن شاید با رژیم کتوژنیک وزن خیلی خوب و زیادی از دست دادن، ولی وقتی میان یک سری مشکلاتی براشون ایجاد شده یا 2 مرتبه برگشتن سر جای اولشون. رژیم گیاهخواری همینطور بسیار عالیه، کبدتون رو پاکسازی میکنه، بدنتون رو تمیز میکنه، ولی یک سری مشکلاتی داره که بعد از اون میبینید بیشتر این افراد دچار مشکلات اعصاب میشن. حالا یا اصولی نمیگیرن، اون هم هست، و یا اینکه زیاد از حد میچسبن به یک اسم خاصی. اگر اعتقادتون اینه که نباید از حیوانات تغذیه بشه، میشه به طرق مختلف اینو انجامش داد، ولی باید ببینید نیازهای بدنتون چیه. تا نیازهای بدن رو نفهمید، چسبیدن به یک اسم خاص و یک رژیم خاص کاری رو درست نمیکنه. رژیم‌های پرپروتئین اصلا درست نیستن. توی بدن شما پروتئین اضافه هم به قند تبدیل میشه و این قند اضافه کجاها که مشکلات زیادی درست نخواهد کرد. چند تا اصل و اساس کلی رو براتون میگم. اگه اینا رو رعایت بکنید که خیلی هم ساده هستن و آروم آروم هم میشن سبک زندگیتون، به 80 تا 90% سلامتی که میخواید و تناسب اندامی که میخواید میرسید. دیگه اونایی هم که 100 میخوان چشم، نکات ریز رو هم خواهم گفت. ولی نمیخوام خیلی سختش بکنم که یه جایی رهاش کنید یا براتون اجرا کردنش سخت بشه. میتونستم با دادن سرفصل‌های خیلی زیاد و با گفتن چند تا کلمه انگلیسی و علمی و سخت کردن موضوع شما بگید واو چه ویدیوی خوبی بود و بعد گوشیتون رو ببندید بذارید کنار و برید ادامه زندگیتون رو بدید. نمیخوایم اینجوری باشه. یا نه میخوام شروع کنم ولی وقتی میخوام پای عمل میرسه حالا باید چیکار کنم؟ قفل میشید، اصلا نمیدونید باید چیکار بکنید. بسیار بسیار دقت شده که شما وقتی این ویدیو رو بستید که البته باید هر روز تکرارش بکنید، بدونید ناخودآگاه باید چی کار بکنید. ویدیو اول رو نگاه بکنید و خواهش میکنم تکرارش کنید. فقط تنها کاری که از شما میخوایم اینه ویدیو رو ببینید، ویدیوهای ترتیبی رو به ترتیب ببینید و هر کدومش رو برای یک هفتهتون قرار بدین. حالا ممکنه یک نفر 5 روز براش کافی باشه، ممکنه یک نفر لازم باشه 7 روز مشاهده بکنه، این بستگی به خودتونه، یا 10 روز کافیه اینو لازمه اینو تکرار بکنه، ولی بستگی به خودتون داره. ببینید چطوری این موضوع خوب جا افتاد، یا هر موضوعی هم فرق میکنه. ممکنه یک موضوعی استاپ بیشتری احتیاج داشته باشه تا جا بیفته و ناخودآگاه بشه. میخوام شما بشید میخوام تمام این چیزا رو یاد بگیره ناخودآگاهتون و بدون اینکه لازم باشه به شما دستوری داده بشه و زندگی شما رو مختل بکنه، شما ناخودآگاه رعایت بکنید. ویدیو ترتیبی اول رو دیدم، الان میرم ویدیو ترتیبی دوم. هیچ کار دیگه ای قرار نیست بکنید. وقتی آگاهیتون بالا بره، خودتون این تکالیفی که گفته میشه توی هر ویدیو رو ناخودآگاه رعایت میکنید. زیادم شلوغش نکردیم. وای خانم صدرامی میخوای هفته یه دونه تکلیف به من بگی؟ من عجله دارم، من میخوام خیلی زودتر وزن کم کنم، من هفته دیگه عروسی دارم، من 2 ماه دیگه عیده، میخوام برای عید خوشگل باشم، خوش اندام باشم، فلان لباس اندازم بشه، یا میخوام دیگه بیمار نباشم، خسته شدم از بس درد کشیدم. چند بار تا حالا رژیم گرفتید و رها کردید؟ چند تا رژیم گرفتید و برگشته؟ فایده نداره. باید سبک زندگیش کنیم و باید آسون و راحت باشه تا هر روز انجام بشه. ویدیو قبلی رو که گذاشته بودیم، من پسر خالم لاغره خانم صدرعاملی، ولی شما گفتید که هر کسی چاقه دیابت داره. پسر خاله من لاغره اما دیابت داره.
ببینید دوستان، هر کسی که چاقه مطمئن باشید دیابت داره. این جمله رو گفتم، ولی نگفتم هر کسی که لاغر دیابت نداره. چرا بعضی از افراد استعداد چاقی ندارن و این قندهای اضافه رو بدنشون نمیتونه به چربی تبدیل کنه. اتفاقا این افراد خیلی زودتر دچار بیماری‌های وابسته به چاقی میشن، مثل کبد چرب، دیابت، آلزایمر، پارکینسون و حتی تو موارد خیلی بدتر و دور از جون سرطان. شما قندهای اضافه رو بدنتون میاد به چربی تبدیل میکنه، شما که استعداد چاقی دارین و توی سلولای چربیتون ذخیره میکنه. فرض کن یک نفر استعداد چاقی نداشته باشه، نتونه چربی جمع بکنه، این قندهای اضافه رو کجا بگذاره؟ توی سلولهای مختلف ذخیره میکنه که برای سلولها این قند اضافه سمه. قند اضافه توی چشم شما، سلولای چشم شما، چشمو ضعیف میکنه، سمه. قند اضافه توی کلیه شما، کلیه رو از کار میندازه. قند اضافه توی مغز شما باعث حواس پرتی، کم حافظگی، عدم تمرکز و دور از جون در موارد حادتر باعث آلزایمر میشه. اینکه بگم این ماده غذایی رو بخورید تا لاغر بشید یا این غذا ممنوع است، این را نخورید، این را بخورید، نیست، نباید، نداریم، نمیشه، اینطوری جواب نمیده. یه چیزی بوده که انقدر موفق بودیم تا امروز، انقدر دعا پشت سرمونه، انقدر خنده های ناب، انقدر حتی اشک های از شوق، انقدر سلامتی، دعایی که الان مثلا 10 سال هنوز پشت سرمون هست. مهم به قول آقای هوبرمن اینه که اولین چیز نگرشتون رو عوض کنید. من میخوام یک عادتی رو تغییر بدم، من میخوام یک بدنم رو تغییر بدم، وزنم رو تغییر بدم، سلامتیمو بهتر کنم. اول باید دید کلی رو عوض بکنم. یک کاری رو داشتم اشتباه انجام میدادم دیگه. نمیخوام من رفع تکلیف بکنم که بگم من که گفتم کبدشون چطوری کار میکنه، من که گفتم چطوری آدم چاق میشه، من دیگه اجرا بکنن. نه خیر، نمیخوام رفع تکلیفی باشه، میخوام کاری بکنم که بخواید یا نخواید اجراش بکنید. اولین و مهمترین اصل اینه که قدم خیلی بزرگ بر ندارم، با یک تغییر در یک هفته شروع بکنم. هر روز این ویدیو سریالیتون رو ببینید. مثلا قسمت 1 هستم الان، قسمت 1 رو 5 بار 7 بار میبینم یا گوش میکنم. دفعه اول خوب ببینید و یادداشت برداری کنید، دفعات بعدی گوش بکنید هم کافیه. اگر تنوع احتیاج داشتید اشکالی نداره. ویدئوهایی که در مورد کبد پر میکنم، تیروئید، دیابت، فشار خون، برای اتفاقا وقتی براتون سوال پیش میاد برید سراغ اینها، خیلی هم خوب روی ذهن شما میشینه. برای یادآوری به شما و برای از هدف دور نشدنتون این ویدئوهای کلی خیلی خوبن. حتما اونایی که براتون قرار میدم و نگاه بکنید. اطلاعات بروز طبق آخرین مقالات و نابترینشون، نه اونایی که پشتش سیاستی بوده. اما این ویدئوهای سریالیتون رو 2 مرتبه برگردید سراغش. برای رفتن به ویدئوی جدید هم خیلی شخصیه، تو هر کسی فرق میکنه یا تو هر موضوعی فرق میکنه. یه نفر مثلا 5 روز کافیشه، میتونه بعد از 5 روز بره ویدئو قسمت بعدی. یک نفر 7 روز لازم داره، یک نفر 10 روز. هر کاری میکنین فقط خواهش میکنم نپرین خیلی قسمت جلوتر یا هر دفعه یه قسمت رو ببینید و برید بعدی. این یه چیز مهمیه که بعداً شما متوجه میشید منظور من چی بوده و بعد از 1 ماه 2 ماه 1 سال برمیگردید میگید واو این من بودم. بازخورد داشتیم ما توی تمام بچه‌ها، این من بودم. عکساشون و خاطراتشون رو که اون مرور میکنن، اینقدر بیماری، این وضع بدنی یا از لحاظ تفکری حتی خیلی از بچه‌های سالم و سرحال رو هم داشتید مثلا می‌خواستن بچه‌دار بشن، می‌خواستن بدن سالم داشته باشن که از پایه و اساس این کودکمون عالی باشه. اومدن توی دوره‌ها میگه الان اونقدر اطلاعات دارم که از تمام اطرافیانم واقعا حس می‌کنم با همشون فرق می‌کنم و هرس می‌خورم وقتی که این بی اطلاعی افراد رو می‌بینم. این کارهای اشتباهی که بیچاره‌ها دارن خودشون هم خیلی زجر میدن، خیلی سختی می‌کشن، ولی میدونم هم دارن اشتباه می‌کنن، نمیدونم چطوری بهشون بگم که چیکار بکنن. خواهش من از شما اینه که هر روز ببینید. حالا یک روزی جا افتاد، سفری بودم، مشکلی پیش اومد، ایرادی نداره، ولی تکرارش بکنید. حداقل 5 تا 7 بار اون ویدیو رو تکرار بکنید و بعد برید ویدیو بعدی. همه جنبه‌های زندگیتون رو زیر و رو خواهیم کرد. با تنظیماتی که توی بدن شما انجام میدیم، با این توصیه‌هایی که میکنم توی هر هفته اون یه دونه تکلیفی 2 تا تکلیفی که بهتون میدم، رعایت‌ها خود به خود میشه. اصلا قبل از اینکه من بگم یه سری چیزا رو خود به خود بدنتون چون تنظیم شده شروع میکنه نخواستن یا خواستن. بعد میگید ای خانم صدامری شما قبل از اینکه اینو بهمون آموزش بدین من ناخودآگاه داشتم مثلا تو این چند هفته قبلی انجام میدادم. چون حافظه 2.5 میلیون ساله شما رو روشن کردیم. 2.5 میلیون ساله این بدن داشته بازخورد میگرفته، خطا میکرده، بازخورد میگرفته، تعمیرش میکرده، تنظیمش میکرده. هم حافظه روانشناسی و هم حافظه جسمی فیزیولوژیکی خیلی بزرگی شما دارید. مثلا برای این ویدیو لطفاً یه قلم کاغذ بردارین اگه اهل قلم کاغذین. اگه اهل قلم کاغذ هم نیستین ایراد نداره، الان مرور کنید که میخواید سال دیگه به کجا برسید.
مثلا من میخوام پوستم 15 سال جوانتر بشه، چرا که نه؟ این بیماری و این بیماری ما میخوام درست بکنم. مادرزادیه، بنویسید، میشه، دیدم که میگم، حتی اگه براتون ناشدنیه. حالا چیکار بکنم؟ خیلی باید وقت و انرژی بگذارم؟ نه، یک قدم کوچیک برداریم و تنها رمزش اینه که اون قدم رو هر روز برداریم. حالا یه روزی نشدم قطع امید نشید بگید نه من یه روز انجام ندادم اصلا ولش کن من نمیتونم. حالا اون یک روزها ایرادی نداره، ولی سعی کنید هر روز انجام بدید. روزی نیم ساعت یک ویدیو ببینید، این ویدیوهای سریالیتون رو خیلی وقتی از شما نخواهد گرفت. توی ویدیوهای بعدی میخوایم شروع کنیم در مورد این صحبت بکنیم که اصلا از کجا شروع بکنم، چرا بلع شیرینی دارم، چرا تو بعضیا من آبم میخورم چاق میشم، یا چرا توی بعضی از افراد برعکس، چرا هر کاری میکنم وزن نمیگیرم فقط شکم میارم. توضیح بدیم در مورد نگهبان جهنم، گارد، زندانی ها و انسولین، اشتها، ذخیره، سوخت و ساز، کبد چرب، ورزش، عضله سازی، خواب، چطوری خوابم رو درست بکنم. در قسمت های بعدی متوجه میشید که اصلا بیماری ها چطوری به وجود میان و چرا هر روز با رعایت شدیدی که داریم میکنیم بدتر میشه. همیشه گفتم انسان امروز واقعا بیگناه، هر توصیه‌ای بهش گفتن داره انجام میده. گفتن چربی کم بخور، گفتن نمک کم بخور، خودشون تو محصولاتشون کمتر ریختن. گفتن این کارو انجام بده، گفتن اینقدر وعده بخور، گفتن صبحونه فراموش نشه، گفتن، ولی داره هر روز اوضاع بدتر میشه. اون بیگناه، اطلاعات اشتباه میرسید، به یه جایی میرسوننشون که بگن خب دیگه این بیماری من بد شانس بودم این بیماری رو گرفتم، یا مال سن دیگه، سنم داره بالا میره، یا ژنتیکیه. نه، اینها نیست. بریم سراغ سوالات ابتدای جلسه، اینکه کدوم رژیم بهتره. فهمیدم که اصلا نباید رژیم بگیرم یا اسم خاصی روی رژیمم بگذارم. باید سعی کنم یک سری عادتهای کوچیک تو زندگیم تغییر بدم تا دستاوردهای خیلی بزرگی برای شما بیاره. چرا یه سوال دیگه پرسیدم این بود که چرا من وقتی زیر 30 سالگی بودم غذاها و یک سری کالری ها منو چاق نمی‌کرد وقتی بچه بودم، ولی بعد از اون این همون غذاها شروع کرد منو چاق کردن. جوابشو گفتیم که شما یک مشکلی توی بدنتون به وجود اومده. با سریال های بعدی، قسمت های بعدی این سریال سعی می‌کنیم اون مشکل رو یا اون مشکلات رو برطرف بکنیم که دیگه غذاها شما رو چاق نکنن و همون سرحالی و سرزندگی و انرژی قبل داشته باشید، همون روحیه قبل داشته باشید. صحبت کردیم چطور توی 2 هفته چربی شکم و آب بکنم که فهمیدیم اصلا این کار درستی نیست و اصلا علمی نیست و اگرم بشه هم چی میشه؟ به سرعت برمیگرده. چرا نباید رژیم بگیریم رو هم صحبت کردیم. ما باید یک سری عادت رو و اصول کلی زندگی رو عوض بکنیم و رژیم خاص گرفتن اصلا مناسب بدن شما نیست. شما تو هر موقعیتی بدنتون توی یک حالتیه، چه از لحاظ روانی، چه از لحاظ فیزیکی، چه از لحاظ ساعتی، چه از لحاظ روزی، و اینکه رژیم خاصی رو شروع کنید گرفتن اصلا کار درستی نیست. باید خودتون اصول کلی رو بدونید و اونا رو رعایت بکنید تا شاد، سلامت، پیروز و موفق باشید. خدا یار و نگهدارتون.